کوچکی از این پهپادها رو ما تونستیم بیاریم جمع کنیم از هدایتگرها، موتورهاشون، بالهای پهپادها و بدنه پهپادها. اگه تصویر بردار بتونه بگیره اینا جدا جدا بوده، می اومده اینجا سرهم می شده و قطعاتی که حالا باید افسران تخصصی درباره اون نظر بدن موجود اینجا و جعبه هایی که در نهایت بسته بندی می شده. اینجا یه کارگاه کامله دیگه. الان اینجا درسته جام سنه تو 3 طبقه ما دقیقاً این اموال رو تو طبقات پایین هم داریم که تعداد قابل زیادی از این بالای پهپاد هستش و این بدنه پهپاد و حتی اینجا ساختم جناب سنگ انجام می شده، یعنی قالبات تو قالب گیری می شده داخل این دستگاه ها و داخل این قالب ها. الان طبقه پایین ما اصلا کارگاه داریم، کارگاه و میزای ساختشون رو داریم که الان اونجا هم 2-3 تا پهپاد آماده برای ساختم داشتن که میگم این لطف خدا بوده، این لطف دعای خیر مردم عزیزمون بوده که بچه‌ها تونستن این عوامل تروریستی رو، این اموال ازشون کشف و ضبط کنن.